بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات خدمت جناب لودین صاحب، منصب دوم افغانستان بانک، منصب وزارت مالیه و استادان گرامی پانتون کابل. در قدم اول همین دفتری که درش کار میکنیم و اجرای وظیفه میکنیم استخبارات مالی سرزمین یک کمی میپیچانیم که کلمه استخبارات به ذات خود یک پدیده منفی وارد شده و زمانی که ما استخبارات مالی نام میبریم مردم یعنی اون برداشت نیست که شاید جزء از امنیت باشه یا از استخبارات باشن. استخبارات مالی یا واحد استخبارات مالی در افغانستان بانک در سال 2004 بعد از اینکه قانون مبارزه علیه تبذیر پول و تمویل توریسم توسط رئیس جمهور توشیح شد. در سال 2006 به فعالیت آغاز کرد در چوکات افغانستان بانک بر اساس ماده 19 قانون مبارزه علیه تبذیر پول و این یکی از واحدهای استخبارات مالی است که به سطح جهان فعالیت می‌کند. به سطح جهان تقریبا بیشتر از 150 کشور جهان واحد استخبارات مالی دارد و فقط دو فعالیت پیش می‌برند: مبارزه علیه تبذیر پول و مبارزه علیه تمویل توریسم. و یک چیز دیگر اینجا ما باید عرض بکنم، زمانی که ما تبذیر پول میگیم تمویل توریسم در پولیش تقریبا یک جامعه، یعنی لازم ملزوم هستند. تبذیر پول، تمویل توریسم هر دوش تقریبا یکسان استفاده میشن. از سال 2006 الی کنون موفقیت هم داشته، چالش‌های هم روبروش بوده و از اون زمان به فعال زمانی که آغاز کرد امروی بانک ها ما کار کردیم، امروی صرافا کار کردیم، امروی حواله‌داران کار کردیم. بانک ها امروز برای ما راپور میدن و چهره‌های دیگه هستن که از بانک ها نمایندگی میکنن. حواله‌داران امروز برای ما راپور میدن. تقریبا بیشتر از 2 میلیون راپور در دیتابیسی که ما جور کردیم امروز داریم. از حواله‌داران در سر تا سر کشور ما راپور بگیریم، هم به شکل الکترونیکی و هم به شکل کتابی، چون موبایلشان اینا نمیتونن فشار وارد بکنن که به شکل الکترونیکی بر ما راپور بدن. ولی بانک‌ها چون همون نیرو را دارن، پولش دارن و نیرو انسانی موجود است که بتونن بر ما به شکل الکترونیکی راپور بدن. از سال 2006 به 20 راپورهاشون به شکل الکترونیکی در دیتابیس واحد استخبارات مالی میرسه و این راپورها ما به دو هدف استفاده میکنیم. طوری که من پیشم گفتم که در امر مبارزه علیه تبذیر پول و در امر مبارزه علیه تمویل توریسم. یک تفکیک دیگر هم اینجا ما باید بکنم که زمانی که ما میگیم تبذیر پول، استادای خوب هم اینجا تشریف دارن، من اصلاح بکنین اگر اشتباه میکنم. دو پدیده را ما صحبت میکنیم در اینجا. یکی این که یک جرم وجود میداشته باشه که در قانون به عنوان جرم اصلی او را میگن فسادی داری، مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق سلاح، اختطاف، گروگانگیری، تمام منابعی که از او یک نفر، یک فرد پول نامشروع را به دست میاره مجبور مکلف است او را تدخیل بکنه. یعنی اگر ما فسادی داری بگیم که یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی کشور ما امروز در پلوی زیرسایر مشکلات دیگه هم داریم. مواد مخدر یک چالش بسیار اساسی است. اختطاف و گروگانگیری یک مشکل بسیار جدی جامعه ما امروز. یعنی تمام فعالیت‌هایی که از یک نفر میتونه پول نامشروع را به دست بیاره مجبور مکلف است او را تدخیل بکنه. فرار از مالیات خودش به ذات خود یک جرم کلان است و از این من از این راست که ما خیلی ضرر زیاد را متقبل میشیم. یعنی خود به ذات از این که یک جرم اصلی می باشه و او را ما میگیریم نفر مورد محاکمه قرار میدیم، او تبذیر پول میشه، یعنی که جرم اصلی را شما تثبیت نمیتونید کردن ولی باز هم نفر چون پول از منبع نامشروع به دست آورده دوباره او را شما محکمه میکنید. یعنی دو پدیده متفاوت است اینجا. زمانی که واحد استخبارات مالی جا شد و راپورها برای ما آمد، ما با مشتریان ضرورت داشتیم و زمانی که ما مشتری میگیم ارگان‌های تنفیذ قانون لوی سازمان ولی قضا تمام شده در بر میگیرن. در ارگان‌های تنفیذ قانون جناب لودین صاحب تشریف دارن، با اینا ما خیلی رابطه نزدیک داریم. با جرایم سنگین یا رصد جرایم سنگین که تحت وزارت داخله فعالیت میکنن خیلی رابطه نزدیک داریم. با واحد تحقیقات حساس خیلی رابطه نزدیک داریم و با دفتر جنرال ابوبکر خیلی رابطه نزدیک داریم و کار ما است که ما از تمام بانک‌ها راپورها را بگیریم، از صراف، از حواله‌دار راپور را بگیریم و وقتاً فوقتاً هر ارگان تنفیذ قانون که ضرورت می‌داشته باشد به سرشان قرار میدیم. با دفتر منصب وزارت مالیه رابطه نزدیک داریم در ارتباط به امر مبارزه علیه فرار از مالیات. ولی
با همه این ها مشکلات هم داشتیم از 6 سال گذشته الی اکنون مشکلات خیلی زیادی در این راستا وجود داشتن. زمانی که ما قضایا رو میگیریم کار میگیریم از طرف خود یکی معلومات است که از ما ارگان‌های تنفیذ قانون تقاضا میکنن که راجع به این شخص و راجع به این شرکت معلومات رو بر ما بدید. ما از بانک از طرف یا هر کسی که تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است از اونها ما میگیریم و اساس ارگان‌ها قرار میدیم. این یک طرف قضیه است. یا اینا میگن که از کشور خارج خوشبختانه که واحد استخبارات مالی افغانستان وسط منطقه دومین کشور است بعد از هند که تانسته عضو گروه اکوانت میگنش او را به دست بیارن که تقریبا 125 کشور جهان در اونجا گسترده دارن و فقط کار ما است که بین خود تبادل معلومات بکنن. یعنی وسط منطقه بعد از این ما دومین کشور هستیم که ما دانستیم با مو حد یا با مو استاندارد خود عیار بسازیم و اگر اینا به معلومات نیاز می داشته باشن که در قضیه کابل بانک ما تانستیم که اینا رو کمک بکنیم و از کشورهای مختلف ما معلومات ارشخاص را که ناکار داشته ما براشون جمع آوری بکنیم و به دستشان قرار بدیم. ولی او هم آری از چالش نیست، یعنی چالش های در اون راستا هم وجود داره. کشورهای از کمر ما همکاری میکنند و کشورهای که متاسفانه زمانی که از شما تقاضا هم میکنید چون مشکلات سیاسی دارن با خود دولت افغانستان و از این راستا هم همکاریشان خیلی کوتاه و کم می باشن. در این ارسال زمانی که ما قضایا را کار میکنیم از طرف خود بر ما زمانی که راپورت میشه از طرف بانک ها چی در راپورهای مبالغ بزرگ میگیم شما یا چی راپور معامله مشکوک راپورها رو ما میگیریم مورد ارزیابی قرار میدیم و دوباره به ارگان‌های تنفیذ قانون میسپاریم و این ارگان‌ها فرق میکنن. اگر موضوع فساد اداری میباشه به جنرال ابوبکر میرن، اگر موضوع مواد مخدر میباشه با درخواست اساس وزارت داخله میرن، اگر فرار از مالیات میباشه به وزارت مالیه حدود جوش میکنیم. یعنی قضایا را تفکیک کرده و با ارگان مربوطه که میباشه ما بهشان میسپاریم. بعد از او وظیفه واحد استخبارات مالی ختم میشه اینجا. یعنی قضایا ملکیت ما بودن، مادیات ملکیت زیر به ارگان دیگری که او را مورد تحقیق قرار بدن یا تحقیق علمی قرار بدن که توصیه بعدش میشه و وظیفه واحد استخبارات مالی اینجا تقریبا ختم میشه. در 6 سال گذشته تاریخ ما پیش هم یادآوری کردم مشکلات و چالش‌های زیادی در این راستا ما داشتیم. در قدم اولی که زمانی که ما در 2006 همین پروسه را آغاز کردیم، همین کار را آغاز کردیم و زمانی که ما نام میبریم از تطهیر پول بسیاری جا اگر شما بشنوید میگن که قانون تطهیر پول، یعنی حتی امو استفاده نامش اشتباه گفته میشن. یعنی قانون تطهیر پول نه، قانون مبارزه علیه تطهیر پول است. مشکلات به ذات خود خیلی زیاد داشته. از سال 2006 بدین سو یک پدیده کاملا جدید بود، برای ما هم جدید بود در این راستا کار میکنیم و با تمام ارگان‌های تنفیذ قانون چی وزارت داخله بوده، چی امنیت ملی بوده یا چی بخش وزارت مالی ما بوده که تنفیذ قانون است، یک بخش دموکراسی تنفیذ قانون کار میکنن و چی قضای ما بوده، چی اداره روی سالموالی بودن، مشکلات به خصوص خدا داشته. پدیده کاملا جدید بود و درک و فهم از این خیلی کم بود. قانون کاملا نو بود، در 2004 توشیح شده بود و تا سال 2006 که ما دفتر واحد استخبارات مالی تأسیس شد از این قانون اصلا استفاده صورت نمیگرفت و نه هم ارگان‌هایی بودن که از این اطلاع داشتن که چون قانون وجود داره، نه قانون مبارزه علیه تطهیر پول و نه هم قانون مبارزه علیه ملیتاریسم. بعد از اینکه واحد استخبارات مالی جور شد پیشم که عرض کردم ما به دنبال مشتریان بودیم. یعنی مشتریان ما ارگان‌های تنفیذ قانون هستند. اینا پیش ما بیاین و از معلوماتی که ما داریم استفاده بکنن و واحد استخبارات مالی با فقط یک ارگانی که تحت چارچوبات در افغانستان کار میکنه نمیتونه با این پدیده‌ای که سرتاسری است، اگر مواد مخدر میگین، اگر فساد اداری میگین، اگر فرار از مالیات میگین و قاچاق انسان میگین، قاچاق سلاح میگین، گروگانگیری میگین، اختطاف میگین، این مشکلاتی بود که تنها در افغانستان بانک یا واحد استخبارات مالی امکان نداشت به این مبارزه کنه. پس ما با ارگان‌های نیاز داشتیم که همون معلومات که به دست ماست و همون معلومات خیلی محرمی که به دست ماست و از تمام مشتریان بانک هاست، از تمام مشتریان یک حواله است، از تمام مشتریان یک صراف است که فقط قانون بانکداری و قانون مبارزه تطهیر پول در افغانستان بانکی صلاحیت میده که معلومات به دستش باشه و فقط ما حق داریم که بالای بانک ها کنترل نظارت بالای صراف ها داشته باشیم. خیلی معلومات محرم بود و ما ارگان‌های را کار داشتیم که بسش این معلومات قرار بدیم. چالش اول همین بود که ما چون ارگان‌های را نداشتیم در زمان
و از ارگان‌هایی که حالا نام ببریم که حالا جناب لودی سپترش است، یک اداره به اون زمان بود به نام اداره کنترل و تفتیش، ولی بعداً دفتر عالی نظارت بعداً تأسیس شد. واحد